أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکار، یعنی کتاب در مسئله ذکرها. در زیر این کتاب اولین بابی که امام نووی رحمه الله آورده است میگوید باب فضل الذکر والحث علیه، یعنی باب در مسئله فضل ذکر، فضیلت ذکر و همچنین تشویق برای ذکر کردن. امام نووی رحمه الله در این باب اولا چند آیت ها را میارد. اولین آیت میگوید قال الله تعالی، الله جل جلاله گفته است ولذکر الله اکبر، و حتما ذکر الله جل جلاله بزرگتر و کلانتر می باشد. سوره عنکبوت آیت 45. بعد از این میگوید و قال تعالی در آیت دوم سوره بقره آیت 152 میگوید فاذکرونی اذکرکم. الله جل جلاله میگوید یاد کنید من را، من شما را یاد خواهم کرد. یعنی ذکر و یاد مرا کنید، میگوید الله سبحانه و تعالی من شما را یاد خواهم کرد. این بود سوره بقره آیت 152. بعد از این میگوید و قال تعالی در آیت سیوم سوره اعراف آیت 205 میگوید الله سبحانه و تعالی گفته است واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. الله سبحانه و تعالی گفته است واذکر ربک، یعنی یاد کن پروردگارت را، فی نفسک در ضمیرت، در نفس خودت پروردگارت را یاد بکن، تضرعا و خیفه، این یاد کردنت با زاری و فروتنی و با فروتنی باشد. تضرع یعنی با زاری و با فروتنی باشد. و خیفتن، و این یاد کردنت باید از ترس و هراس و بیمناکانه باشد. و دون الجهری، الله سبحانه و تعالی میگوید و آهسته تر من القول، از کلامی که میگویی، از ذکری که میگویی آهسته تر ذکرش کن. یعنی که ذکر و یاد الله را آهسته و با صدای پست، با صدای پنهانی و با صدای درونی یاد بکن. بالغدو والآصال، الله جل جلاله میگوید این یاد کردنت غدو باشد، یعنی که صبحگاه والآصال یعنی شامگاه باشد. صبحگاه یعنی که از طلوع فجر تا آفتاب برآمدن، والآصال شامگاه یعنی که از نماز عصر تا غروب آفتاب. این دو وقت را غدو والآصال میگویند. پس الله جل جلاله میگوید در این دو وقت یاد الله جل جلاله را بکنید. ولا تکن من الغافلین، و از جمله غافل ها نباشد. پس این آیت هم فضیلت ذکر کردن که یعنی که باید انسان همیشه یاد و ذکر الله جل جلاله را بکند. و یاد الله کردن باید با فروتنی و ترس و با صدای آهسته و پست باشد. و صبح و شام یاد الله کرده شود. یعنی همیشه، مقصد از صبح و شام یعنی فقط سحر و بیگاه نیست، بلکه همیشه یاد الله کرده شود. و باید انسان از جمله غافلین نباشد، از جمله کسانی که در غفلت ماندند از یاد الله جل جلاله نباید انسان از این طایفه باشد.
این بود سومین آیت. در آیت بعدی امام نووی رحمه الله میگد و قال تعالی، الله جل جلاله گفته است در سوره جمعه آیت 10: واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی یاد کنید شما الله جل جلاله را بسیار، لعلکم تفلحون، تا اینکه شما رستگار شوید. یعنی ذکر و یادی الله جل جلاله را زیاد بکنید. علتش چی است؟ چی فایده دارد ذکر و یادی الله را بسیار کردن؟ میگوید که لعلکم تفلحون، تا این یعنی علتش همین است که شما رستگار خواهید شد با سبب بسیار یاد کردن الله جل جلاله. این بود چهارمین آیتی که امام نووی رحمه الله درباره فضیلت ذکر و تشویق کردن به ذکر آورده است. و پنجمین آیتی که امام نووی رحمه الله درباره فضیلت ذکر می آورد میگد و قال تعالی، این سوره احزاب آیت 35 است. الله سبحانه و تعالی میگوید ان المسلمین و المسلمات، هر آینه مسلمان مردان و مسلمان زنها، و المؤمنین و المؤمنات، و مؤمن مردان و مؤمن زنها، و القانتین و القانتات، و فرمان برداران مردها و فرمان برداران از زنها، و الصادقین و الصادقات، و راستگوی های مردها و راستگوی های زنها، و الصابرین و الصابرات، و صبر کنندگان از مردان و صبر کنندگان از زنان، و الخاشعین و الخاشعات، و فروتنها و ترسندگان و خشوع کنندگان مردها و فروتنان و خاشعین و خشوع کنندگان از زنها، و المتصدقین و المتصدقات، یعنی صدقه دهندگان از مردها و صدقه دهندگان از زنها، و الصائمین و الصائمات، و روزگیران از مردها و روزگیران از زنها، و الحافظین فروجهم و الحافظات، و پاک دامنان از مردها و پاک دامنان از زنها، و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، یعنی یاد کنندگان الله جل جلاله و از مردها و یاد کنندگان الله جل جلاله از زنها. اکنون بعد از این قدر طایفه ها را ذکر کردن، هر مؤمن و مسلمانی که این صفت ها را داشته باشد، الله جل جلاله میگوید برای این طایفه مردم اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، یعنی الله سبحانه و تعالی آماده کردگی هست، الله سبحانه و تعالی مهیا کردگی هست برای این طایفه مردم مغفرت، یعنی آمرزش و بخشش، و مغفرت و اجرا عظیما، و مزد و پاداشت بسیار الله سبحانه و تعالی برای این طایفه مردم آماده کرده است. پس این هم آیتی که درباره کسانی که الله را بسیار ذکر میکنند، چی از مردها و چی از زنها باشند، الله سبحانه و تعالی برای این طایفه مردم اجر و پاداش زیاد مهیا و آماده کردگی هست. این بود پنجم آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر فضل ذکر و تشویق کردن برای ذکر کردن آورده است. بعد از این آخرین آیت امام نووی رحمه الله میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، این آیت سوره احزاب آیت 41 و 42 می باشد که الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید یاد کنید الله جل جلاله را یاد کردنی بسیار زیاده، یعنی الله سبحانه و تعالی را زیاد یاد بکنید، زیاد ذکر بکنید. و سبحوه بکرة و اصیلا،
الله سبحانه و تعالی میگوید تسبیح گویید الله سبحانه و تعالی را بکرت و اصیلا، یعنی سحر و بیگه. سحر و بیگه الله جل جلاله را تسبیح بگویید، یعنی همیشه با تسبیح و با یادی الله جل جلاله باشید. امام نووی رحمه الله میگوید والآیات فی الباب کثیرة معلومه، یعنی آیت ها در باب ذکر خیلی زیاد و معلوم می باشند. یعنی درباره ذکر کردن آیت خیلی زیاد است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را تشویق میکناند، ما و شما را ذوقمند میکناند برای همیشه یاد کردن الله جل جلاله. چطوری که الله در سوره آل عمران آیت 190 و 191 میگوید این فی خلق السماوات والارض، هر آینه در خلق کردن آسمان و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و دیگرگون شدن شب و روز، یعنی شب می شود بعدش روز می شود باز شب می شود، لآیات لأولی الالباب، اینها همه نشانه های هستند برای کسانی که خردمند و با عقل هستند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الله جل جلاله میگوید کسانی که یاد میکنن ذکر میکنن الله سبحانه و تعالی را، پس ذکر و یادی الله کردن قیام میباشد در حالت راستا، یعنی در جایی که راه رفته ایستادی در وقت راه رفتن یادی الله را بکن، یا کاری تو در حالت چخت انجام دادن هست پس چخت و راستا یادی الله جل جلاله را بکن. و قعودن، و همچنین یادی الله جل جلاله را در حالت نشسته بکن، کاری تو در حالت نشستن است یا در جایی که نشسته کسی را انتظار استی در حالت اون نشستن یادی الله جل جلاله را بکنید. و علی جنوبهم، و همچنین به پهلو زدم، وقتی که شما چخت و راستا بیفرج شدید از ذکر و یاد الله پس شیشته یاد الله را بکنید. وقتی که شیشته خسته شدید از شیشتن و علی جنوبهم به پهلو بزنید، دراز بکشید، دراز کشیده حتی یاد الله جل جلاله را بکنید. الله سبحانه و تعالی میگوید و یتفکرون فی خلق السماوات و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و فکر میکنن درباره خلق کردن آسمان و زمین. پس فکر کردن برای خلق شدن آسمان و زمین همه اینها ذکر و یاد الله هست. پس ما ذکر زبانی داریم و ذکر قلبی داریم و ذکر بدنی داریم. ذکر زبانی، پس هرگاهی که ما ذکر میگوییم پس در ذهن و خیال ما ذکری زبانی می آید که سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله، این ذکرهایی که هست زود در ذهنمان این می آید، اما این ذکری زبانی است. ما با ذکری قلبی داریم. ذکری قلبی چی است؟ ذکر قلبی فکر کردن، اندیشه کردن درباره مخلوقات الله جل جلاله، درباره خلق کردن آسمان و زمین، درباره خلق کردن شب و روز، تاریکی و روشنی، آفتاب و ماهتاب، ستارگان و کوهها و دریاها و همه اینها را که میبینیم درباره اشون فکر کردن، این هم ذکر است. اما این را میگن ذکر قلب که انسان با قلبش این ذکر را انجام میدهد. و الله سبحانه و تعالی در این سوره آل عمران هم درباره همین میگوید که و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی فکر میکنن درباره خلق کردن آسمان و زمین. پس آسمان و زمین فکر کردن و ستاره و ماهتاب دربارهشون فکر کردن، اینها هم همچنین ذکری قلبی می باشد که برای انسان 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت 1 ساعت که درباره اینها فکر بکند همچون عبادت در نامه اعمال انسان نوشته می شود. بعد از این ذکر زبانی را گفتیم و ذکر قلبی را گفتیم
و ذکر بدنی. ذکر بدنی چی است؟ ذکر بدنی همین است که در نماز بر رکوع می رویم، قیام راست می ایستیم، به سجده می رویم، سجده می کنیم، می نشینیم. اینها همه ذکرهای بدن هست که بدن هم ذکر انجام می دهد، برای اینها ثواب خواهد گرفت. پس ذکر سه نمود می شود: ذکر زبانی، ذکر قلبی و ذکر بدنی. و بعد از این الله سبحانه و تعالی بعد از اونه که میگه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی در سوره آل عمران آیت 191 میگوید فکر میکنند درباره خلق کردنی، یعنی آن کسانی که فکر میکنند درباره خلق کردن آسمان و زمین، بعد میگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی ای پروردگارا تو این آسمان و زمین و این مخلوقاتت را باطل و بیهوده خلق نکرده ای. اینها همچون برای زینت و بیهوده نیستن. ای الله سبحانک، ای الله تو پاک هستی از شریک آوردن در برت، از طلب کردن چیزی از غیرت. ای الله سبحانه و تعالی تو پاک هستی. فقنا عذاب النار، پس ای الله جل جلاله نجات بده ما را از آتش دوزخ. پس این بود سوره آل عمران آیت 190 و 191. و اینها بودن آیت ها درباره فضیلت ذکر و تشویق کناندن برای ذکر. چطوری که در سوره آل عمران دیدیم که ذکر کردن را الله سبحانه و تعالی برای ما تشویق میکناند که چخت هم میتونی ذکر کنی، ششته هم میتونی ذکر کنی، حتی با پهلو زده خواب هم باشی، با پشت زده میتونی که یاد الله جل جلاله را بیاری و الله سبحانه و تعالی را یاد بکنی. پس اینها بودن آیت ها و غیر از این دیگر آیت های زیاد هم درباره فضیلت ذکر وجود دارد. اکنون میگذاریم در قسم حدیث ها. امام نووی رحمه الله اولین حدیثی که در زیر باب فضیلت ذکر کردن و تشویق کردن برای ذکر، اولین حدیثی که میارد حدیث 1407 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که کلمتان خفیفتان علی اللسان، گفتن دو کلمه هست که بسیار سبوک و آسان است گفتنشان به زبان، و ثقیلتان فی المیزان، آن دو کلمه بسیار سنگین و بسیار وزمین است در ترازوی اعمال. وقتی که در بالای ترازوی اعمال گذاشته می شود این دو کلمه بسیار ثوابشان بسیار هستند و این دو کلمه بسیار پر ثواب و پر اجر هستند. حبیبتان الی الرحمن، این دو کلمه محبوبی درگاه الهی هستند. این دو کلمه محبوبی پروردگار رحمان هستند. الله سبحانه و تعالی این دو کلمه را بسیار دوست می‌دارد. این دو کلمه چی است؟ اولش سبحان الله و بحمده، دویمش سبحان الله العظیم. ببینید این دو کلمه گفتنش به زبان چقدر آسان است که میگوییم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، اما این دو کلمه پر از ثواب است و این دو کلمه رو الله جل جلاله بسیار دوست می‌دارد. پس معنای این دو کلمه چی است؟ سبحان الله و بحمده، یعنی پاک است الله جل جلاله به ثنایش و به حمد و ستایشش، یعنی الله سبحانه و تعالی پاک است با ثنای و با حمد و ستایشش. سبحان الله العظیم، و پاک است الله که بزرگ است. ببینید این توصیف و تمجیدی الله جل جلاله است که الله سبحانه و تعالی
این دو کلمه را بسیار دوست می‌دارد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1407 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1408 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1408 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لأن اقول، یعنی این که بگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید این که بگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این ذکرها را بگویم، میگوید احب الی، محبوب تر هستند این ذکرها برایم، مما طلعت علیه الشمس، از آن چیزهایی که بر آنها آفتاب طلوع کردگی هست. یعنی آفتاب بر چی طلوع میکند؟ بر دنیا. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید گفتن این ذکرهای مبارک برای من از دنیا و هر آن چیزی که در این دنیا هست بهتر و افضلتر می باشد. یعنی از تمام مال و ملک دنیا برای من گفتن این ذکرها محبوب تر هستند و دوست داشته تر هستند که این ذکرها را بگویم. پس ببینید که یک انسان برای دنیا را به دست آوردن چقدر زحمت و مهنت و چقدر عذاب میکشد تا اینکه دنیا را به دست بیارد، مال دنیا را به دست بیارد یا که یک ذره از دنیا به دست بیارد. اما کلماتی هست بهتر از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا هست برای ما و شما مسلمان ها هستند. اون کلمات چی است؟ این ذکرهای مبارکه که سبحان الله معنایش یعنی پاک است الله، و الحمد لله یعنی حمد و ستایش الله را، ولا اله الا الله و نیست معبودی بر حق بجز الله، فقط معبودی لایق و معبودی بر حق و معبودی سزاوار عبادت این الله یگانه هست. والله اکبر، الله جل جلاله بزرگتر است، الله جل جلاله با عظمتتر و با بزرگتر و پرفضیلتتر اکبر هست الله سبحانه و تعالی. پس این است معناهای این ذکرهایی که از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا هست بهتر هستند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1408 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1409 کتاب ریاض الصالحین انشاءالله حدیث 1409 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این دو حدیثی که درس امروزه گرفتیم، این حدیث ها و آیات هایی که گرفتیم، اینها همه درباره فضیلت و تشویق کناندن برای ذکر است. فضیلت ذکر و تشویق برای ذکر کردن هستند. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسونیم. این حدیث 1409 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.